از جامعه شهروندی میگوییم. آنی که وجودش را در هر جامعه مردم سالار خیلی مهم میدانند. گذشته از این به باور جامعه شناسان حکومت‌های فعلی غرب منبع مشروعیت خود را در جامعه شهروندی یافتند. به این ترتیب تاجیکستان هم که کشور نوین و در راه رسیدن به مردم سالاری است، طبیعی است که گفتمان جامعه شهروندی هر زمان سر از رسانه‌ها در می‌آورد. برای بحث بیشتر در این موضوع شاکرجان حکیموف، دکتر علم‌های حقوق و فعال سیاسی را با خود داریم. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید و خیلی خوش آمدید. استاد شاکرجان، از این شروع میکنیم که چرا در جامعه‌های دموکراتی به جامعه مدنی یا جامعه شهروندی زیاد توجه می شود و آن را بودن آن را در جامعه مردم سالار خیلی لازم می‌دانند و جامعه شهروندی خودش مفهومش جامعه شهروندی چی است؟ تشکر، سلامت باشید. واقعا در دولت هایی که اقتدار اقتصادی موفق دارند و نظام سیاسی مکمل، حاکمیتش حسابات دهنده و شفافیت بسیارتر به نظر می رسد، جامعه شهروندی احساس می شود و این از بلند بودن فراست سیاسی، متشکلی جامعه شهروندی و مهم از همه بودن اراده سیاسی و زمینه های حقوقی مساعد برای گسترش جامعه شهروندی فعال بودن آنها نیز گواهی می دهد. بنابراین با درک مسئولیت در نظام های دموکراتی به جامعه شهروندی متوجه می شوند و تشبس های آنها را دستگیری می کنند. جهت مثبت موضوع در آن است که سازمان های غیر حکومتی اول منبع فعالیتشان از دولت نیست و کارمندانشان نیز از حاکمیت وابستگی ندارند، لیکن در نزد قانون برابر هستند، ولی همزمان با برابری نهادهای رسمی دولتی به مانند مقامات سودی یا اجراییه و غیره، آنها نظارت مردمی را از بالای رعایه قانونیت، اجرای آن و اینچنین بعضی حالت‌هایی که شاید حاکمیت کمتر به آن توجه شوند، آنها در همکاری همچون همکار اجتماعی بهر ثمره بخش عملی نمودن قرار و سندها و دستورهای دولت و حکومت کوشش میکنند. بنابراین جامعه شهروندی مهمترین واسطه تشکل افکار جمعیتی بوده است و عامل مهمی رشد استوار دولت نیز بوده، همچون پول یا کوپروک میان دولت و اجتماع خدمت میکند و اگر در دولت‌های دیگر چون اصول تجزیه حاکمیت دولتی اعتراف شده است، عدالت سودی وجود دارد و ولایت قانون است، ولی با وجود این نهادهای مختلف جامعه شهروندی به مانند اتفاقهای کسبه، سازمانهای جوانان، سازمانهای تخصصی و دیگر تشکیلات ها کوشش میکنند که در همکاری یا مستقیما بخش معین دولتداری را بررسی کنند و در حل آنها مساعدت کنند. همزمان باید ذکر نمود که در مقایسه از اکثریت کشورهای پساشوروی، چون این دولت ها اقتدار اقتصادیشان امکانیت می دهد در اساس آزمون در برای عملی نمودن برنامه های دولتی اشتراک میکنند و این پتانسیل جامعه شهروندی را نیز استوارتر میکند. اکنون سخن وقتی که درباره مفهوم جامعه شهروندی می رود، در علم سیاست شناسی یا حقوق انسانی مفهوم های زیاد است و نقطه ماندن مشکل است، چون علم این دریا است و اگر در کدام ساحه اجتماع یا فن دقیق اگر گفتیم که همین مفهوم اخیران است، پس علم پیش نمیرد. از این خاطر وابسته به مرحله های مختلف حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره مفهوم جامعه شهروندی عوض می شود. اما اصول در آن است که در جامعه شهروندی و مفهوم آن دو موضوع است: جامعه یعنی جمعیت و دوم شهروند.
شهروند این رابطه حقوقی و سیاسی شخص رو با دولت مشخص میکند، معین می نماید و مقرر میکند و اینچنین جامعه خودش این یک نهاد می باشد که پیش از همه در آن شهروند خارجی، شهروند بی‌تبعه یا شخص شهروندی نداشته، یعنی شخص است و بعد از آن سازمان های جمعیتی، احزاب سیاسی، حرکت ها و جنبش ها، اتفاق های کسبه و در این روی خط دولت اصلا پایان است، یعنی دولت برای شهروند باید خدمت کند و از این خاطر از نقطه نظر جامعه شهروندی کشوری که در آن اصول تجزیه حاکمیت دولتی وجود دارد و حقوق و آزادی های انسان رعایت می شود، اگر دو عامل مهم یعنی اصول تجزیه حاکمیت دولتی تطبیق شود و حقوق و آزادی انسان وجود داشته باشد، کنستیتوسیا عمل میکند و این درباره بودن کنستیتوسیونالیسم نیز گواهی میدهد. این یکی از مفاهیمش است. استاد، یعنی از این تعریف و توضیحی که شما از جامعه شهروندی کردید، یعنی نگاهی میکنیم به جامعه شهروندی تاجیکستان و اون از نظر شما در چه حال است؟ در تاجیکستان و اکثریت کشورهای پساشوروی علامت های جامعه شهروندی یا نشانه های جامعه شهروندی وجود دارد، چون همچون کشوری که قبلا نظام شوروی و کمونیستی داشتیم، ما اگر قبلا یک حزب سیاسی داشتیم، امروز 8 حزب سیاسی هست. اتفاقی کسبه وجود دارد و فقط در نام آن تغییرات وارد نمودن، اکنون اتفاقی کسبه مستقل نامیده می شود. اتفاق جوانان اگر قبلا پیش کمسمال بود، امروز سازمان هایی که با تشبس شهروندان از 14 تا 30 ساله تأسیس داده شدند و مسئله های مختلف جوانان را کوشش میکنند که حل کنند یا در حل آنها مساعدت نمایند و تشبس جوانان را همچون قسمی فعال اجتماعی کشور دستگیر کنند، تقریبا 100 تا طبق معلومات های آماری که وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است و سازمان های کسبی بمانند اساسیاسی حقوقشناس ها یا اتحادیه های دکتران و وابسته به ساحه های مختلف و غیره نیز وجود دارد و عموما تقریبا در تاجیکستان حدود 4000 سازمان غیر حکومتی نیز است. این درباره بودن علامت ها گواهی می دهد، اما تا امروز واقعا سازمان های جمعیتی متشکل نشده اند، رسالت و تعیینات اجتماعی خود را در تحکیم نهادهای دموکراتی و همچون سازمان هایی که نظارت مردمی را از بالای دولت و همزمان در دایره همکاری اجتماعی کار نظررسی را به انجام رسانیده باشند، گفتم ممکن نیست که به وجود آمدند. از این نقطه نظر نوبسته از آن که در کنستیتوسیا معیارهای مربوطه و در قانونهای مربوط مشخص از جمله کودکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان، قانون درباره اتحادیه جمعیتی، قانون درباره فعالیت سازمانهای غیر تجارتی، فاندها و غیره وجود دارند و آنها وکالت و صلاحیت سازمانهای جمعیتی را همچون نهادهای مهم جامعه شهروندی تنظیم میکنند، اما امروز گفتم ممکن نیست که آنها موفق هستند و فعالیتشان نظررس است. مثلا اگر مثال بیاریم، با وجود آنکه تقریبا 4000 سازمان های غیر حکومتی که شکل های تشکیلی و حقوقی گوناگون را دارند و در وزارت عدلیه باری های ترتیب مقرر گردیده ثبت شدند، اکثریتشان اگر گرانت یا همون مبلغ گذاری که از عامل خارجی بود، دولت مشخص یا سازمان منطقوی یا عمومی جهانی بین المللی گرفتند، کار کردند در دایره هدفهایی که از آیین‌نامه‌شان و وظیفه‌های برنامه‌شان برمی‌آید. ولی باعث تأسف است که اکثریت آنها ضمن عملی نمودن برنامه یا لایحه‌های مشخص نتوانستند که افکار مثبت جمعیتی را به وجود آورند
و نوابستگی خود را از یک جانب و مستقلیت خود را تامین کنند. بنابراین تا حال از نقطه نظر مالیات آنها از عامل‌های بیرونی وابستگی دارند. و دوم اینکه اقتدار اقتصادی تاجیکستان کمتر است، کروپسیا، خویشتباری، محلگرایی، پسیخولوژی مضافاتی و دیگر عامل‌های و پدیده‌های نامطلوب و ظهورات‌هایی که روند تشکل جامعه شهروندی را خلل‌دار می‌نمایند باعث آن شدند که در بعضی موردها با وجود آنکه حکومت تاجیکستان یا ریاست جمهوری تاجیکستان برای دستگیری تشبس‌های مشخصی سازمان‌های غیر حکومتی برنامه‌ها پیشنهاد می‌کنند، آنها با هر واسطه باز هم دسترسی ساختارهای مربوطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی میشد که در نتیجه به هدف نمیرسند و استراتژی که قبلا اعلام میشد ثمرناک نیست. از این خاطر گفتم ممکن است که تا زمانی که اقتدار اقتصادی تاجیکستان استوار نشود، امکانیت دستگیری برنامه‌های مشخص یا لایحه‌های مختلف نهادهای جامعه شهروندی از جانب دولت گمان است. ولی همزمان باعث تأسف است که با استفاده از تجربه بعضی کشورهای خودکامه دولت کوشش میکند که حد نظارت را از بالای فعالیت سازمانهای اجتماعی از حد گذراند که این نیز باعث تأسف است و همین گونه عامل‌های ابجکتیوی و سوبژکتیوی وجود دارند که روند تشکل جامعه شهروندی را خلل‌دار می‌نمایند که به منفعت دولتداری نیز نبوده.